صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. گوش کنید به دعای ربانی، دعایی که مسیح برای نمونه به پیروان خود داد. او می‌فرماید: پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز مقصرین خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. عیسی مسیح در تعلیمات آسمانی و جاودانه خیش انسان را متوجه نحوه مناجات و ستایش خدا نموده و می‌فرماید: شما هنگامی که می‌خواهید دعا کنید مانند ریاکاران که دوست دارند در عبادتگاه یا گوش و کنار خیابان‌ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان بدهند نباشید، زیرا مطمئن باشید آنان اجری را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم خواهند گرفت. ولی وقتی که تو می‌خواهی دعا کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت کن و او که کارهای تو را در خلوت می‌بیند به تو پاداش خواهد داد. وقتی دعا می‌کنید مثل کسان که خدای حقیقی را نمی‌شناسند و وردهای بی‌معنی و تکرار را همیشه بیان می‌کنند نباشید. آنها خیال می‌کنند با تکرار زیاد دعاهاشون مستجاب میشه، ولی شما این را بیاد داشته باشید که حتی پدر آسمانیتان قبل از اینکه چیزی از او بخواهید احتیاجات شما را می‌داند. و سپس در مورد زمان دعا کردن میگوید: شما همیشه دعا کنید و در این امر غفلت نورزید، نه اینکه 5 مرتبه در هر روز یا 7 مرتبه در روز. و میگوید بارگاه الهی همیشه بر روی عاشقان حق و فرزندان روحانی خدا باز است. عیسی مسیح در این تعلیمات 3 موضوع رو برای ما روشن می‌کند. اول، تظاهر در دعا کردن و در جاهای عمومی نظیر کوچه و بازار. این نوع دعا کردن امری است غلط و رد شده، از نظر خدا مردود محسوب میشه. دوم، تکرار کردن جملات یا ورد خواندن. مسیح این را نیز رد میکنه و آن را دال بر بی ایمانی نسبت به خدا میداند و ما را از تکرار کردن جملات باز می‌داره.
و سوم زمان معین برای دعا و نماز را عطا نمی کند و در عوض بر عقاید آنانی که معتقدند دعا باید در ساعات مختلف روز و یا همراه با طلوع و غروب خورشید باشد خط بطلان میکشه و ما را دعوت میکند که در هر موقع و هر جا که هستیم به سوی خدا توجه کنیم. او تأکید میکنه که دعای ما باید نه اینکه یک ورد باشه، بلکه از روی خلوص نیت و صداقت دل باشد، از دل باید برخیزد و سپس میفرماید دعای شما نیز باید ساده باشد. لزومی ندارد که جملات قلمبه و سلمبه به کار ببریم. مستقیما به عمق قلبت مراجعه کن و هر آنچه که در قلبت هست به خدا بگو. خدا به صداقت جملات، به خلوصیت دل اهمیت میدهد تا به زیبایی کلماتی که به زبان می آورید. و سپس از آیه 9 دعایی را برای نمونه به رسولان خود میدهد که براتون در ابتدای برنامه خواندم. دعایی که اول شامل پرستش و ستایش خداست، دوم طالب اراده و خواسته خداونده که در زندگیمون اجرا بشه، سوم تقاضای احتیاجات روزانه و یا مایمتاج روزانه خودمون از خدای تعالی، چهارم طلب مغفرت و آمرزش برای گناهان و پنجم تمنای قدرت الهی برای زندگی پاک و سرانجام ششم ستایش به خاطر شنیدن دعای بنده‌اش. اجازه بدهید به طور مختصر این دعا را مورد بررسی قرار بدیم و یا به این 6 قسمت دعای یک مسیحی اشاره کنم. در آیه 9 می‌فرماید شما اینطور دعا کنید که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. در این آیه اگر تأمل کنید متوجه می‌شوید که مسیح ایمانداران را مخاطب ساخته و در واقع میگوید که خدای تعالی، خدای مهربان، خدای یکتا همانند پدری است بسیار با محبت که شما را دوست داره. پس مانند فرزندی که خود را وابسته به پدر خیش می‌دانید و به او ارج و احترام می‌نهید و او را دوست دارید، نزد او بیایید. در دعا کردن ترس نباید باشد. مسیح خدا را همانند پدر مهربانی به ما معرفی می کند و دوستان این امر سبب میشه که ما بتونیم با خلوص نیت و با آرامش و راحتی تمام به درگاهش بیاییم و اونچه که در دل داریم را به او بگوییم. موضوع پسر خدا بودن یا فرزند خدا خوانده شدن یا وارد ملکوت الهی بودن چیزی نیست که ما آن را به وسیله کوشش و تقلای خود به دست آورده باشیم، بلکه مقامی است افتخاری که به وسیله ایمان آوردن به مسیح به ما عطا گردیده است. و همونطور که عرض کردم پسر خدا بودن یعنی کسی که سیرت و صفات خدا را در زندگیش منعکس میکنه، کسی که به مسیح ایمان آورده، از گناهانش دست کشیده و در زندگی پاک و مقدس الهی داره زندگی میکنه. مسیح به آنها میگوید که خدا همانند پدر روحانی بر شماست و وقتی که دعا میکنید بگویید ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. میگوید نام تو مقدس باد. نام خداوند بسیار پاک و مقدس و عالی و عظیم است. پس منظور چیست که نام خداوند مقدس باد؟ چرا مسیح میگوید که این را در دعاتون ذکر کنید، یادآوری کنید؟ دوستان مقصود این است که در زندگی شخصی خودمون باید نام خدا را مقدس سازیم یا تقدیس کنیم. منظور این است که طوری من و شما زندگی کنیم که مردم شاهد قدوسیتی که خدا از ما میخواهد باشند و خدای قدوس را در ما یا به خاطر ما شکر کنند. نام تو مقدس باد یعنی خدایا بگذار من نام تو را در این عالم جلال بدم. شاید زندگی ابراهیم نمونه خوبی باشه از اینکه او نام خدای مقدس را در زندگیش آشکار می ساخت و تقدیس می کرد، جلال می داد. او وقتی وارد سرزمین کنعان شد، مردم کنعان شاهد این بودن که همسایه جدیدشون بارها مذبح‌ها درست میکنه و خدای نادیده را شکر میکنه. در موقع خرید و فروش با آنها صداقت و درستی کامل از خودش نشون میداد، به طوری که همه تعجب کردند و همین هم سبب شد که همه به او اعتماد کنند. ابراهیم پاک و درستکار بود در میان مردم ناپاک و بت پرست و آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که خدایی که ابراهیم میپرستد خدایی است درستکار، پاک، مقدس. پس به ابراهیم گفتند که به راستی خدایی که تو میپرستی با تو است و همراه تو است و به او گفتند که تو پاک و مقدسی چون خدای تو مقدس است. دوستان او عملاً در زندگیش قدوسیت خدا را آشکار کرد و در این دعا
ما نیز باید همین روش و هدف را داشته باشیم. در واقع این دعا به ما تعلیم میده که اینطور باشیم و با گفتن این که ای خدا نام تو مقدس باد، در واقع میگوییم ای خداوند بگذار که در زندگیم آنچنان پاک و مقدس باشم که دیگران شهادت دهند که تو خدای قدوسی هستی. سپس در آیه 10 می‌فرماید ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. ملکوت تو بیاید، این همان است که متی در فصل 4 به آن اشاره کرده و ما نیز در 2 برنامه به طور کامل در مورد معنی ملکوت با شما صحبت کردیم. قلمرویی که مسیح آن را برقرار کرده و بر آن فرمان روایی خواهد کرد و این باید آرزوی قلبی ما باشد که مسیح هرچه زودتر به این جهان بیاد و حکومت خویش را برقرار کنه تا صلح و آرامش خدایی، نظم و قانون الهی برقرار گردد. و البته باید ما از قلب خودمون شروع کنیم این امر را. اجازه بدیم که مسیح اول بر قلب من، بر قلب شما حکمرانی کند و قوانین الهی در حکومت دل ما شروع به اجرا بشه. آیه 11 می‌فرماید ای خداوند نان روزانه ما را به ما بده. این آیه سخن از محتاج بودن و متکی بودن ما به خدای تعالی میکنه و یادآور میشد که همه نیازهای ما را او میتواند برطرف کند و نان و مایحتاج روزانه خود را باید از او گرفت. نیاز جسمی و روحی و معنوی خود را روز به روز باید از او طالب باشیم. در زمان مسیح و حتی امروز نیز مردم بسیاری هستند که فقط نان امروز را دارند و هیچ چیزی برای فردا ندارند. این دعای ما باید باشد تا بدانیم که اگر نان و نعمت در منزل هست به خاطر اینه که او عطا کرده. به خود تکیه نکنیم بلکه به خداوند تکیه بکنیم. این آیه ثابت می کند که من و شما برای هر نیازی که داریم باید به خداوند مراجعه کنیم. آیه 12 طلب بخشش و رحمت و مغفرت است. وقتی شخصی متوجه خطای خود میشه و به گناهانش اعتراف میکنه، آن وقت باید طلب بخشش و رحمت کنه. میفرماید تقاضای بخشش گناه را از خدا بکنید، به طوری که میگوید قرضهای ما را ببخش یا گناهان ما را ببخش ای خدا. اما این تقاضای بخشش از خدا شرطی داره و آن شرط در دنبال همین آیه است. نمیشه همینطوری بریم بگیم خدا گناهان ما را ببخش، بلکه میفرماید گناهان ما را ببخش همون طوری که ما، این شرطشه، همون طوری که ما گناهانی که دیگران نسبت به ما کرده اند بخشیده ایم. این آیه به خوبی نشان میدهد که زمانی خدا پاسخ تقاضاهای دعای ما را میده که ما از هر نوع کینه و حس انتقام جویی آزاد شده باشیم. در آیات بعدی ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح می‌فرماید چطور انتظار دارید که خدا تقصیرات و خطایای شما را ببخشد اگر شما حاضر نیستید خطایا و گناهانی که دیگران نسبت به تو کرده اند ببخشید. و لازم است که یادآوری کنم اشاره مسیح در اینجا به گناهانی است که شخص مؤمن یا شخص مسیحی در زندگی روحانی خود انجام می‌دهد. این دعایی نیست که شخص برای به دست آوردن نجات میکنه، خیر، بلکه دعای شخص نجات یافته است که در زندگیش باز خطا کرده، باز مرتکب گناه شده، شکست خورده، میاد در حضور مسیح که از مسیح بخواد دست او را بگیره و او را بلند کنه. نجاتی که یک مسیحی به دست می آورد عطیه است که خدا در عیسی مسیح به او عطا می کند و آن به وسیله توبه و اعتراف به گناهان و ایمان آوردن به مسیح و پیروی کردن از او می باشد. شخصی که نجات نیافته باشه نمی تواند خدا را پدر آسمانی خود خطاب کند. در این دعا ما می گوییم ای پدر ما که در آسمانی. و دوستان عزیز، امروز خدا ما را بر اساس آنچه که مسیح در راه ما نمود میبخشه، نجات میده، یعنی جانبازی او. در آیه 13 میخوانیم که میگوید و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. مقصود از این جمله که ای خدا ما را در آزمایش میاور این نیست که خدا ما را تجربه میکنه و یا ما را در گناه میاندازه تا ببیند که آیا ایمان ما یک ایمان واقعی است یا نه. خیر، حضرت یعقوب در رساله‌اش خیلی روشن این مطلب را بازگو کرده که خدا هیچ کسی را تجربه نمیکنه، زیرا او خدای نیکویی است. حالا مقصود اینه که وقتی ما که در آزمایش و وسوسه افتادیم
بگیم که ای خدا تو ما را از آن برهان و یا نگذار که در این وسوسه و تجربه باقی بمانیم و سقوط کنیم. ای خدا به دادمون برس، ما را از آن رهایی بده، ما را از شریر رهایی بده، یعنی ما را از شیطان و عوامل شریر دور کن، برهان. و دوستان، شیطان غول خطرناک و واقعی است، حقیقی است که در انتظار فرصت می‌گردد تا همه کسانی که به سوی خداوند را ببلد و آنها را در دام خود اسیر کند. کتاب مقدس میگوید که شیطان مثل شیر قرانی است که گرسنه است و منتظری که طعام بگیره، یعنی ایمانداران را به طرف خود بکشه و نابود کنه. هر جا که مهر خداوند در قلب‌ها جا می‌گیرد و دلها تسلیم او می‌شوند، شیطان نیز با قدرتش بیش از بیش خود را در میان آنان آشکار می‌کنه. و این اخطاری است برای همه شما که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردید. مواظب باشید و بیدار باشید، دعا کنید، همیشه دعا کنید تا پیوند ناگسستنی بین شما و خدا باشه و شیطان نتواند شما را از حقیقت و راستی جدا کند. و همیشه به خاطر آورید که خداوند تعالی چه کسیه و اینکه اوست صاحب تمامی قدرت‌های این عالم و عالم بالا. اوست خدا و مالک هستی ها و نیستی. او مالک من و شماست و او قادر است اهریمن را با تمام نیروهای شریرش نابود کند. از او طلب کمک کنید، زیرا سلطنت و جلال و حشمت و جبروت از آن اوست. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن اوست. پس از اینکه عیسی مسیح درباره دعا و اهمیت آن و چگونگی دعا به ما تعلیم می‌دهد، آن وقت توجه ما را به موضوع روزه جلب می‌کنه و علت روزه و معنی آن برای ما آشکار میشه. خود عیسی مسیح 40 روز روزه گرفت. مأموریتش را در واقع با روزه گرفتن آغاز کرد و نشان داد روزه گرفتن به معنی آماده کردن خودمون برای خداوند است. آماده شویم تا خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببره. روزه گرفتن برای اولین بار در یهودیت تعلیم داده شد. در تورات آمده است. مسیح نیز تعلیم می‌داد که ما باید روزه بگیریم، اما برخلاف بعضی از مذاهب که روزها یا ماه‌های مخصوصی برای روزه دارند، مسیح روز و یا وقت‌های بخصوصی را جهت روزه تعیین نمی‌کند و در عوض این اختیار را به ما می‌دهد که هر وقتی که بخواهیم و هر چند روزی که اراده کنیم می‌توانیم روزه بگیریم. اما روزه می‌گیریم نه برای اینکه تمام روز اخمو باشیم و یا شریعت را اجرا کنیم، بلکه برای اینکه خودمون را به خدا نزدیکتر و نزدیکتر کنیم. و البته منافع بسیار دیگری هم داره، نظیر کمک به فقرا و به بار آوردن سلامتی جسم. اما هدف غایی و نهایی روزه باید این باشه که فرصتی برای ترمیم و استحکام رابطه معنوی شخصیمون با خداوند داشته باشیم. برای همین است که مسیح روش روزه‌گیری را که در آن زمان بود و امروز نیز در خاورمیانه به شدت رواج دارد محکوم میکنه و آن را بی‌ارزش میدانه. در عوض روش تازه‌ای را به ما میدهد. اجازه بدید تعلیم عیسی مسیح را در مورد روزه از آیه 16 فصل 6 انجیل متی خدمتتون بخونم. میفرماید وقتی روزه میگیرید مانند ریاکاران خودتون رو افسرده نشان ندهید. آنان قیافه های خود را تغییر میدن تا روزه‌دار بودن خود را به رخ دیگران بکشن. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اما تو چون روزه میگیری به سرت روغن بزن، صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو با خبر نشوند، بلکه فقط پدر آسمانی تو که در نهان است. و این را بدان پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را آشکارا خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا می‌بینیم که مسیح از ما دعوت میکنه که روزه بگیریم و وقتی روزه میگیریم مانند مردم دیگر مذاهب نباشیم. چرا؟ چون طریقی که آنان روزه میگیرند و آن را آشکارا در ملایام اعلام میکنند روزه نیست که مقبول خدا باشد. چرا؟ چون این نوع روزه را پاداش مردم با تحسین گفتنها میدهند و در واقع ریشه تظاهر و ریا در آن است. بیاد دارم که وقتی در تهران مشغول کار بودم، وقتی ماه رمضان میرسید همکارانم به ناگهان چهرهشون تغییر میکرد، مؤمن میشدن، چهره افسردهشون آشکار میشد
لبهاشون خشک بودن، ریش نمیتراشیدن، آب به صورتشون نمیزدن، اخمو بودن و چون گرسنگی بر آنها فشار می آورد اعصابشون هم خراب میشد و حوصله نداشتن اصلا کار بکنن. وقتی سوال میکردم که داداش چته؟ چرا اینطوری رفتار میکنی؟ جواب میداد که هیچی، مگه نبینین که روزه‌دار هستم؟ و راستم میگفت، چون روزه‌دار بود، چون اخلاق و روش زندگی و قیافشون داد میزد که ای ایها الناس، من روزه گرفتم. و بقیه همکاران میگفتن ببین طرف چقدر مؤمن خداپرسته که روزه گرفته، دعاشو سر ساعت میخونه و غیره. او در بین همه اسم و شهرتی پیدا کرد که آقا از همه مؤمنتر و با خداتره. نه حق داشت که چای بخوره، نه حق داشت لب به آب بزنه و نه حق داشت صورت خودشو بشوره. اگر لبش به آب میخورد آن وقت روزش باطل میشد و اگر ما هم غذا میخوردیم به ما اخم میکرد و حتی ما رو نکوهش میکرد که چرا جلو من که روزه گرفتم دارید غذا میخورید، من تحریک میشم و غیره. مسیح میگوید این نوع روزه اصلاً در نظر خدا پیشیزی ارزش نداره، سنار نمیارزه، این روزه باطله. در واقع این شخص به خودش آزار رسانیده. میفرماید روزه شما زمانی باطل میشه، دقت کنید، روزه شما زمانی باطل میشه که دیگران متوجه بشن که تو روزه گرفتی. به عبارت دیگر روزه شما باید کاملا پنهانی و فقط بین شما و خدای متعال باشه. میگوید برای اینکه مردم متوجه این امر نشون که تو روزه داری، دست و صورت خودتو بشور، مرتب باش، لباس مرتب بپوش، خوش برخورد باش. اگر آثار روزه در تو آشکار شد سعی کن اونو برطرف کن تا کسی متوجه نشود روزه داری. چرا؟ چون روزه امری است بین تو و خدای تعالی و سلام، نه بین تو و مردم. تو نباید نشان بدهی که روزه گرفتی، چون وقتی مردم بفهمن که تو روزه گرفتی آن وقت آنها تو را تمجید و ستایش میکنن و تمجید و ستایش گرفتن از مردم به معنی محروم شدن از اجر الهیه. حالا سوال اینه که میخوای خدا تو رو پاداش بده یا میخوای مردم؟ مسیح میگه اگر میخوای خدا شما را پاداش بده این طریق رو انتخاب کن. غالب مسیحیان به طور نسبی سالی 40 روز روزه میگیرن، 40 روز قبل از رستاخیز مسیح از مردگان. در این مدت بیشتر آنها از غذا خوردن به طور مرتب پرهیز میکنن، ولی وقتی متوجه علائم روزه در ظاهر آنان آشکار بشه و باعثی در ملای آن باشن غذا میخورن. کتاب مقدس در این مورد به ما دستوری نمیداد، ولی دستور داده است که از انجام دادن و گفتن جمیع چیزهای شرارت آمیز خودداری کنیم و کوششمون در راه قدوسیت باشه، در راه بنای رابطمون بین خدا و خودمون باشه، در راه استحکام رابطه شخصی و معنویمون در درون قلب با خدا باشه. شاید مناسب است که در این مورد گفتار مسیح را ذکر کنم که در مورد غذا فرمود که غذا پاک و حلال است و چیزی که انسان را ناپاک می کند غذایی نیست که به دهان فرو می رود، بلکه علت ناپاکی او شرارتی است که از قلب صادر می شود. و دوستان عزیز، غذا خوردن حتی در ایام روزه شما را ناپاک و نجس نمی کنه و شما را از خدا دور نمی کنه. آنچه که شما را از خدا دور میکنه شرارتی است که از قلب صادر میشه و باعث میشه که آدم زنا کنه، دزدی کنه، دروغ بگه، فحش بده، قتل بکنه، حسادت ورزه، غرور داشته باشه و انواع شرارت های دیگه. مسیح میگوید روزه که میگیرید برای این است که از این چیزا آزاد بشی، خلاص بشی، دلتون پاکتر بشه، رابطتون با خدا مستحکمتر بشه. شرط اصلی اونه. بنابراین دوستان عزیز، اگر ما که طالب اراده خدا هستیم و هدفمون اینه که در طریق او عمر خودمون رو به سر بیاوریم، باید ایمان خود رو بر تعلیمات حقیقی و الهی بنا کنیم. حالا ما اینجا تعلیمات عیسی مسیح رو برای شما بیان کردیم. در این ساعت به 2 تعلیم او، یعنی در مورد دعا و روزه صحبت کردیم. دیدیم که چطور باید دعا کنیم، دعایی که از ته قلبمون بیاد و به حضور خدا برسه، دعایی که خداوند از ما انتظار داره بکنیم، دعایی که بایستی با او صحبت کنیم، نه اینکه ورد بگیم و همیشه دعا کنیم. و سپس در مورد روزه با شما صحبت کردیم که میگوید که وقتی روزه میگیرید هیچ کس متوجه روزه نشه. میگه مانند ریاکاران خودتون را افسرده نشان ندید.
آنان قیافه های خود رو تغییر میدن تا روزه‌دار بودنشون رو به رخ دیگران بکشن. میگه این نوع روزه هیچ اجری در حضور خدا ندارد. شما اینطور روزه نگیرید. روزه شما باید در نهان باشد، مخفی باشه، کسی نفهمه. خب حالا این دو تعلیم مسیح رو یاد گرفتید، میدونید چیه. شما وظیفه دارید الان که برید این تعلیم مسیح رو با مذاهب دیگه تحقیق کنید، بسنجیشون، ببینید که دیگر مذاهب چه میگه، کدومشون بهتره، حقیقی‌تره، کاملتره و اونو بپذیرید و از آن پیروی کنید. این امر خداوند. دوستان، من و شما وظیفه داریم که حقیقت را بیابیم و از آن پیروی کنیم. خداوند به ما عقل و حکمت داده، خداوند به ما آزادی و اختیار و اراده داده که راه را بیابیم. فکر نکنید که چون که مثلا حتی در خانواده پیغمبرم تولد شدید راهتون درسته. خیر. گویند پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. در روز داوری خداوند نمیگوید خب چون که تو فامیل پیغمبر بودی تو هم به ملکوت الهی وارد شو. خیر. خداوند فرد انسانها را در دادگاه عالی خود خواهد کشوند و از آنها جواب تمام اعمالشون رو میپرسه. منو تنها، شما رو تنها. به فرد ما میرسه. آن وقت خداوند تعالی از شما خواهد پرسید که راه حقیقت را پیمودی یا نه، تحقیق کردی که اونو بیابی یا نه. الان این افتخار رو داری که از در مورد مسیحیت اطلاع دارید، برید تحقیق کنید و اون رو با دیگر مذاهب عالم بسنجید و آن چی که درست و کامل است از آن پیروی کنید. ببینید که کدام درست و از جانب خداست. گفته مسیح رو به خاطر بیارید که فرمود همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. خدا کند که این راه و روش را بیابید و از آن پیروی کنید. من برادر شما رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که در حقیقت الهی عمر خودتون رو به سر بیاورید. روزتون خوش باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.